بچه من نمیدونم، فکر کنم حموم یه نیروی جادویی داره. شما هم همین نظر رو دارید درباره حموم؟ وقتی میریم حموم چند دسته، چند تا اتفاق میفته وقتی میریم حموم. وقتی میریم حموم هممون هایده رضا پیشرو چیزی میشیم. اون لحظه صدامون اونقدر خوب میشه. من خودم تو حموم یه بار طبق بالایمون گفت، به بابام زنگ زد گفت این بچه تو جمع کن مگه حموم کنسرت گذاشته. و بعدش یه طوری هم هممون تو حموم این کارا رو میکنیم. مثلا دعوا با خود خیالیمون میکنیم، با یکی خیالی دعوا میکنیم. من همیشه از اون کتک میخوردم، تا حالا اونو نشد ببرم. خیلی غم انگیزه. به نظر من که حموم یه نیروی جادویی داره. در همین حین بعضیا هستن حموم میرن در نمیان. بابام خب این حموم توی خونه است، تو خونه 5-6 نفریم، منم میخوام برم حموم. اون روز که تو هتل بودیم رفیقم رفت 6 ساعت تو حموم بود. اون روزم که قرار بود بریم کافه، اون حموم اونقدر مونده بود، بوی گل میداد، ولی من مجبور شدم اون روز نرم چون اصلا وقت نبود دیگه. و بعدش که اومدیم از کافه بیرون، من بهش گفتم این ویدیو رو لایک کن. نظر شما درباره حرفم چی بود؟